وقتی همه چیز ازت گرفته بشه، خانواده، آزادی، حتی امید، چی باعث میشه هنوز ادامه بدی؟ ویکتور فرانکل، روانپزشکی که توی اردوگاه مرگ نازی‌ها زندانی بود، جوابش رو پیدا کرد. معنا. او دید بعضیا زنده میمونن نه چون قوی ترن، بلکه چون دلیلی برای زنده موندن دارن. فرانکل میگه کسی که یک چرا برای زندگی داره تقریباً هر چگونه‌ای رو میتونه تحمل کنه. این کتاب درباره خوشبختی نیست، درباره پیدا کردن معنای زندگیه. حتی وسط رنج، حتی وسط تاریکی. اگر احساس کردی راهتو گم کردی، انسان در جستجوی معنا بهت کمک میکنه تا دوباره اون چرا رو پیدا کنی. چون در نهایت زندگی از ما فقط یک چیز میخواد. اینکه معناشو پیدا کنیم.